کلونیالیسم و اکستریمیسم چپ از دور مثلا ژان پل سارتر اینا تیرموندیست هم میگن که هوادار فقرا هستن به اصطلاح. ولی من این اصطلاحو تو کار خودم به یه معنای تازه‌ای به کار میبرم. یعنی جهان سوم برای من اون چیزی است که ما رو مایی که یک زمانی جهانمون شرق بود، حالا شرق توی گیومه، جهانی که درش به حال اون اشراق نور الهی برش حاکم بود، اراده مافوق طبیعی برش حاکم بود و بعد از طریق فشار و زور کلونیالیسم اروپایی ما کنده شدیم از اون بستر و بعد خواهان یک چیز دیگه شدیم تو دنیای مدرنه، ولی ما نتونستیم مستقیم با کله بریم به طرف غرب و غربی بشیم مثلا یا مدرن بشیم اون معنا. ما افتادیم به مرحله جهان سوم و این مثلا حالت بین دو جهان بودن، جهان گذشته حال تاریخی فرهنگی ما، اون ذهنیت و جهان مدرنی که ما می‌خوایم خودمون رو به حال به شکلش در بیاریم. این حالت بینابینی رو من بهش میگم جهان سوم. دوستان به من پیشنهاد شده، یعنی در